قسمت آخر. بعد از ناپدید شدن نیمی از شهر، دیگر هیچ کس شبها از خانه بیرون نمی رفت. خیابان‌ها خالی بودند، برق مدام قطع می شد و مردم می گفتند شبها صدای قدم‌های کوچک روی سقف خانه‌ها شنیده می شود. دولت دستور داد اگر عروسک را دیدید نگاهش نکنید، اما دیگر دیر شده بود، چون لبوبو فقط یک عروسک نبود. او داخل ذهن مردم رفته بود. هر کس که تصویرش را دیده بود شبها خواب یک مکان را می دید. کارخانه قدیمی. بازگشت به کارخانه. آخرین گروه نجات وارد کارخانه شدند. همه جا تاریک بود، اما این بار کارخانه فرق داشت. دیوارها انگار نفس می‌کشیدند. صدای خنده کودکانه از راهروها می‌آمد و روی دیوارها فقط یک جمله نوشته شده بود: او بیدار شده. تونلی زیرزمین. گروه وارد همان تونل قدیمی شد، جایی که موجود اصلی برای اولین بار پیدا شده بود. اما وقتی به انتهای تونل رسید همه خشکشان زد. هزاران لبو در تاریکی ایستاده بود، بی حرکت، خندان، خیره. ناگهان همه لبوها همزمان سرشان را چرخاندند و چیزی بزرگی از تاریکی بیرون آمد. بدنی بلند و سیاه، صدها دست کوچک روی پشتش حرکت میکرد و صورتش همان لبخند لبوبو بود، اما خیلی بزرگتر. موجود آرام گفت: شما فکر کردید مرا ساختید، اما فقط در را باز کردید. چراغ‌ها خاموش شدند. صدای خنده همه جا می‌پیچید. یکی از افراد فریاد زد، فرار کنید. اما دیر شده بود. صبح روز بعد شهر کاملا خالی بود. نه ماشین‌ها حرکت می‌کردند، نه صدای انسانی بود. فقط باد و صدای آرام خنده از دور. 3 روز بعد پلیس یک دوربین شکسته پیدا کرد. آخرین تصویر ضبط شده، فقط چند ثانیه. راهروی تاریک کارخانه. دو چشم سفید داخل تاریکی باز می شوند. لبوبو آرام آرام به دوربین نزدیک می شود. آنقدر نزدیک که فقط لبخندش دیده می شود. و بعد با صدای آرام و غیر انسانی می گوید: من داخل کارخانه زندانی نبودم. من داخل ذهن شما منتظر بودم. تصویر برای 1 ثانیه سیاه می شود، اما قبل از قطع کامل یک جمله آخر شنیده می شود: اگر هنوز صدایم را می شنوی، یعنی من تو را پیدا کردم.